من یکی از جوانان دوران استقلال همه مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان را برای صلح و آسایشتگی و یکدیگر فهمی جمهوریمون خب دعوت به عمل میارم که و اینچنین مردم شریفی بدخشان را گفتنی هستم و هر گونه گروه‌های افراطی داده نشوند. خب فارغ از کار و فعالیت برای مطالعه نمودن کتاب‌های بدیعی، کتاب تاجیکان اکادمیک باجان غفورов و دیگر کتاب‌هایی که برای تربیه درست نسل نو است و کلانسالان لازم است استفاده برد، برای آبادی وطن خودش سعی و کوشش نمایند و هر یک سخنان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود قرار دهد. بهر گلگشوفی وطن عزیز محبوبمان صادقانه و صاف دلانه خدمت نماید.